حالا شده وقتی با یه نفر وارد رابطه میشین، بعد از یه مدت به خودتون بگین که آیا واقعا این همونی هستش که میخوام یا نه همون اوایل رابطه همش نگران این باشین که چطوری میتونم شخصیت و طرف مقابل خودم رو خوب بشناسم. راستش خیلی‌ها اصلا نمیدونن که چطوری میتونن شخصیت طرف مقابل خودشون رو بشناسن. برای همین همینجوری پیش میرن و مدام نگران این هستن که آیا دارم درست انتخاب میکنم. خیلی‌ها هم بدون اینکه شخصیت طرف مقابل خودشون رو محک بزنن توی 2 ماه و یا حتی کمتر ازدواج میکنن و بعد از اینکه یه مدت از رابطهشون میگذره تازه میفهمن که چه اشتباهی کردن. این شک و تردیدها و این نگرانی‌هایی که داریم کاملا طبیعی هستش. خیلی مواقع ما توی روابطمون میایم خیلی احساسی و از روی هیجان میایم تصمیم میگیریم و همین عامل باعث میشه که ما نتونیم شخصیت طرف مقابل خودمون رو بشناسیم. اگر شما هم درگیر این مسائل هستید و مدام نگران این هستید که ممکنه توی انتخابتون اشتباه کرده باشین یا از ویژگی‌های مهم طرف مقابل غافل شده باشین، این ویدیو برای شما هستش. قبل از هر چیزی میخوام که این ویدیو رو لایک کنین و تا انتها همراه من باشین. امروز میخوام 8 عامل مهم رو با همدیگه بررسی بکنین تا اینکه بتونین آدم مناسب خودتون رو بهتر بشناسید و یه تصمیم بهتری بگیرین. اولین موردی که میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم سرگرمی‌ها و علایق هستش. وقتی شما و طرف مقابلتون علایق مشترکی دارین میتونید زمانهای خیلی خوشی رو کنار همدیگه سپری کنید. حالا سوال مهم اینه که اگر علایقتون متفاوت بود باید چی کار کنید؟ خب این کاملا طبیعی هستش که همه چیز مثل هم نباشه. این تفاوت‌ها زمانی مشکل ایجاد میکنه که باعث بشه که شما از همدیگه دور میشین یا کنار همدیگه خوش نیستین. مثلا شما عاشق کتاب خوندن هستین، طرف مقابلتون عاشق ورزش. جفتتون میتونین مثلا هفته 1 بار علاقه‌مندی‌های همدیگر رو انجام بدین. اتفاقا باعث میشه که خیلی بهتر بتونین همدیگر رو بشناسین و رابطتون هم عمیق‌تر میشه. اما نکته که مهمه اینه که حداقل 1 الی 2 تا علاقه مشترک داشته باشین. مثلا هر دوتون عاشق فیلم یا سفر باشین. این میتونه رابطه رو بهتر بکنه و بقیه تفاوت‌ها هم میتونه جذابیت رابطه رو بالا ببره. پس تفاوت‌ها قراره جذاب باشن. اگه علاقه متفاوتی دارین اصلا اشکالی نداره. مهم اینه که بتونین با این تفاوت‌ها کنار بیاین. و اما مورد دوم باورها و ارزش‌های دینی هستش. این باورها و ارزش‌ها بیشتر از هر چیزی روی رفتار ما توی موقعیت‌های مختلف تأثیر میذاره. چون ما بر اساس همین باورها و ارزش‌هامون یاد میگیریم که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. مثلا شاید شما به نماز و روزه خیلی اهمیت میدین، اما طرف مقابل ممکنه توجه نکنه و خیلی مسائل دین براش مهم نباشه. شاید فکر بکنید که این موضوع خیلی مهم نیستش، ولی وقتی وارد زندگی میشین این تفاوت‌ها خودش رو نشون میده و باعث میشه که شما از همدیگه دور بشین. چون اینا باورهای شما رو شکل داده و میتونه توی رفتار، توی تصمیم گیری ها و حتی توی برنامه‌ریزی های روزمره‌تون تاثیر بذاره. پس خیلی صادقانه و بدون قضاوت در مورد باورهای دینی همدیگه سوال بکنید و اگر هم تفاوتی بود ببینید که آیا میتونید باهاش کنار بیاین یا نه. ولی علاوه بر حرفاش حتما به رفتارهای واقعیش هم توجه کنید و ببینید که توی موقعیت‌های مختلف چطور عمل میکنه. اصلا به باورهاش پایبند هست یا نه، وقتی به عمل برسه کلا فراموش میکنه. مسلما باورهای دینی یه چیز کاملا شخصی هستش و برای هر کس میتونه متفاوت باشه. اما نکته که مهمه اینه که اگر این تفاوت‌ها خیلی زیاد باشه و نتونیم باهاش کنار بیان مسلما مشکلاتی رو توی رابطه ایجاد میکنه. سوم اصول اخلاقی هستش که از بچگی بهمون یاد دادن که نه تنها تصمیمات مهم زندگیمون رو شکل میده بلکه توی لحظات روزمره هم خودش رو نشون میده. مثلا خیلی از ما راستگویی، صداقت، انصاف اینجور مسائل رو خیلی ارزش میدونیم، ولی آیا طرف مقابلم اینجور فکر میکنه؟ وقتی دارید با طرف مقابلتون حرف میزنید ازش بپرسید که چطور به اصول اخلاقی نگاه میکنه. مثلا میتونی ازش بپرسی توی موقعیت هایی که مجبور بشه که حقیقت رو نگه داره یا پنهانش کنه چی کار میکنه؟ آیا به اصول اخلاقی احترام میذاره یا نه؟ اینو یادتون نره که حتما رفتارهای واقعیش هم دقت کنید و ببینید که آیا بر اساس حرفایی که زده عمل میکنه یا نه.
و مهمتر از همه باید ببینید که آیا شما با اصول اخلاقی طرف مقابل میتونید کنار بیان یا نه. شاید خیلی مواقع شما به راستگویی و صداقت خیلی اهمیت میدین، ولی طرف مقابل خودتون به دور اندیشی و توجیه رفتارها. این تفاوت شاید باعث بشه که شما شک بکنید. ولی اگر شما و طرف مقابلتون بتونید این اصول رو درک بکنین و بهش احترام بذارین، این تفاوت‌ها میتونه خیلی مفید و سازنده هم باشه. پس فراموش نکنید که رابطتون باید بر پایه صداقت، راستگویی، انصاف و درک متقابل بنا بشه. اگر بتونید این مسائل را با همدیگه درک بکنید و بهش پایبند باشین، حتی اگر تفاوتی هم باشه، میتونید با همدیگه ازش عبور بکنید و رابطتون قوی بشه. شاید فکر بکنید که دوستان طرف مقابل یه بخش کوچیکی از زندگیش هستش و اصلا ربطی به انتخاب همسر نداره. ولی واقعیت اینه که دوستان خیلی چیزا در مورد شخصیت واقعی یه نفر رو بهتون نشون میده. دوستان در اصل نوع رفتار، ارزش‌ها، حتی اخلاق طرف مقابل هم بهتون نشون میده. مثلا اگه طرف مقابل با دوستاش خیلی مهربونه و بهشون احترام میذاره، احتمالاً توی رابطه با تو هم همین احترام رو میذاره. یا برعکس، اگه طرف مقابل بیشتر وقتش رو با آدم‌هایی که کلاً منفی هستن و بهش آسیب میرسونن میگذرونن، همین رفتارها به رابطه شما هم سرایت میکنه. حتی اگر خودش توی ظاهر خیلی متفاوت عمل بکنه. پس به نوع رفتار طرف مقابل با دوستاش دقت کنین و ببینید که وقتی کنار دوستاش هستش چطوری رفتار میکنه. مهربون، صادق، وفادار یا بیشتر دنبال چاپلوسی و فریبکاری هستش. و دوم، نگاه بکنید که طرف مقابل چقدر برای دوستاش ارزش قائل هستش و تا چه حد با اونا همفکری و حمایت داره. وقتی که شما و یا حتی خانواده‌تون به کمک نیاز دارین، چقدر میتونید روی پشتیبانی و یا حتی توجهش حساب باز بکنید. باید به این موضوع هم فکر بکنید که شما با دوستاش چقدر راحت هستید. این موضوع خیلی مهم هستش، چون دوستان بخش بزرگی از زندگی اجتماعی و تصمیم‌های طرف مقابل رو تشکیل میدن. و اگر شما و طرف مقابلتون دیدگاه مشترکی در مورد دوستان و نوع ارتباطتون با اونا داشته باشین، این یه پایه قوی برای زندگی مشترکتون خواهد بود. خیلی وقتی وارد زندگی مشترک میشن، رشد شخصی خودشون رو فراموش میکنن یا حتی فکر میکنن که باید تمام وقت و تمام تایمشون رو برای رابطه بذارن. ولی حقیقت اینه که وقتی یکی از طرفین دنبال رشد و پیشرفت نباشه، رابطه به مرور زمان دچار رکود میشه. ولی قدم اینه که ببینید طرف مقابل چطور به رشد فردی و پیشرفت نگاه میکنه. آیا برای اهداف خودش برنامه‌ریزی میکنه؟ یا به شغلش اهمیت میده و میخواد در آینده پیشرفت کنه و دنبال یادگیری چیزای جدید و بهبود خودش تو زمینه‌های مختلف زندگی هستش؟ مهمتر از همه اینه که ببینید آیا شما و طرف مقابلتون با همدیگه اهداف مشترکی دارین یا نه. ممکنه شما به عنوان یک تیم به سمت یک هدف مشترک پیش برید. مثلا ممکنه تصمیم بگیرید که با همدیگه به یه هدف شغلی و هدف مالی برسید. اگه طرف مقابل شما اصلا این اهداف رو جدی نگیره یا اصلا بهش فکر نکنه، ممکنه که به مرور زمان حس بکنید که از همدیگه فاصله گرفتید. یکی از بهترین راه‌ها اینه که با طرف مقابلتون در مورد اهدافش صحبت بکنید و ببینید که اصلا به آینده چجوری نگاه میکنه. ممکنه اول سر طرف مقابلتون در مورد اهدافش خیلی صحبت نکنه، ولی وقتی شما بیشتر سوال میکنید متوجه میشین که اونم دنبال رشد و پیشرفت هستش و اینم بررسی بکنید که آیا میتونید هر دوتون به همدیگه کمک بکنید که به اهداف خودتون برسید. پیشنهاد میکنم هر از گاهی این مسائل رو باز بکنید و در مورد آینده صحبت بکنید. اینطوری نه تنها شما از اهداف همدیگه با خبر میشین، بلکه میتونید توی زندگی مشترک به رشد هم و به پیشرفت همدیگه کمک بکنید. خیلی مهم که معمولا خیلی ها نادیدش میگیرن نحوه ارتباط طرف مقابل با فامیل هستش. شاید به ظاهر این موضوع اصلا ربطی به ارتباط دو نفر نداشته باشه، اما واقعیت اینه که رفتار آدم‌ها با فامیل، با اقوام میتونه خیلی چیزا در مورد شخصیت اون طرف رو بهمون نشون بده. مثلا اینکه آیا آدم اجتماعی و محترمیه،
یا بلد مرز بین زندگی شخصی و فامیل رو نگه داره، یا برعکس هر مسئله خصوصی رو میره با فامیل در میون میذاره و اجازه میده که دخالت‌ها بیشتر بشه. از اون طرف بعضیام اصلا ممکنه تمایلی برای ارتباط با فامیل نداشته باشن که اینم یه نکته هستش که حتما باید بررسی بشه. چون توی زندگی مشترک قرار نیستش که دو نفر کنار همدیگه زندگی بکنن، بلکه ارتباط فرد با خانواده، با فامیل، همه اینا با همدیگه در تعامل هستن و میتونه نقش داشته باشن. برای شناخت این بعد از شخصیت سعی بکنید که ببینید که طرف مقابل توی موقعیت‌های مختلف چطور با فامیلاش برخورد میکنه. آیا با احترام و مهربانی رفتار میکنه یا اهل ارتباط و حفظ روابطه، یا نه همش از درگیری، از قهر و دعوا صحبت میکنه. همه اینا نشونهایی هستش که میتونید متوجه بشین در آینده رابطه شما چقدر میتونه آروم، متعادل و یا نه تحت فشار فامیلی قرار بگیره. یه موضوع خیلی مهم توی رابطه تعریف صمیمیت از هر دو طرفه. خیلی وقتا وقتی وارد رابطه میشیم فکر میکنیم که صمیمیت یعنی نزدیک بودن یا با هم وقت گذروندن، اما صمیمیت واقعی یعنی که نه تنها جسمی بلکه عاطفی، فکری و روانی هم بتونیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. این به معنی عشق و محبت نیست، بلکه به معنی اعتماد کامل، احترام متقابل و احساس امنیت هستش. اول از همه ببینید که طرف مقابلتون چطور به صمیمیت عاطفی نگاه میکنه. آیا احساسات شما و یا نگرانی‌های شما رو جدی میگیره یا وقتی نیاز به حمایت دارید کنارتون میمونه؟ چون وقتی وارد رابطه میشید نباید فقط انتظار داشته باشین که طرف مقابل شما رو دوست داشته باشه، بلکه باید انتظار داشته باشین که وقتی نیاز به پشتیبانی عاطفی دارید کنارتون باشه و بهتون کمک کنه. دومین مورد اینه که باید ببینید که طرف مقابلتون چطور به صمیمیت فکری نگاه میکنه. آیا میتونید در مورد افکار و احساسات خودتون با همدیگه صحبت بکنین و نظرات همدیگر رو بدون ترس از قضاوت بشنوین؟ این یکی از مهمترین بخش‌های رابطه هستش، چون وقتی شما در مورد مسائل مهم زندگیتون با همدیگه حرف میزنید، حتی اگر اختلافی هم داشته باشین، بازم میتونید به هم نزدیک بشین. و در نهایت صمیمیت بدنی هم برای خیلی از افراد خیلی اهمیت داره، اما این صمیمیت بدنی باید با احترام و آگاهی از نیازهای طرف مقابل باشه. هر کسی ممکنه توی این زمینه نیازها و مرزهای مختلفی داشته باشه، بنابراین باید دیدگاه‌ها و خواسته‌های همدیگر رو شفاف کنید و در موردش صحبت کنید. پس مهمه که شما و طرف مقابلتون روی یک تعریف از صمیمیت به توافق برسید و اگر هر دوتون همین نگاه عمیق رو به صمیمیت داشته باشین، مسلماً رابطتون محکم‌تر و پایدارتر میشه. مورد آخری که تو این ویدیو میخوام بهتون بگم نحوه ارتباط آدم با خانواده خودش هستش. مثلا ببینید که وقتی طرف مقابل با خانواده خودش در ارتباط هستش چطوری رفتار میکنه، مهربون هستش یا نه. ببینید با پدر مادرش، با خواهر برادرش چطور رفتار میکنه، بهشون کمک میکنه، بهشون توجه میکنه یا نه بیشتر فاصله میگیره و برای خودش زندگی میکنه. این رفتارها خیلی واضح نشون میده که حتی وقتی با شما هم زندگی میکنه چطور به مسائل خانوادگی برخورد میکنه. یه نکته مهم دیگه اینه که مرزها رو درک کنه. بعضی افراد هستن که خیلی به خانوادهشون وابسته هستن و از شما انتظار داشته باشن که با خانوادهشون خیلی درگیر باشید و برعکس خیلی هم کلا مستقل هستن و انتظار دارن که شما اون استقلال رو رعایت بکنید. پس مهمه که بدونید طرف مقابل چقدر درگیر خانواده‌اش هستش و چقدر این موضوع روی زندگی شما تاثیر میذاره. ساده‌ترین راه اینه که رفتار طرف مقابل رو توی موقعیت‌های مختلف ببینید، نه فقط حرفاش رو. مثلا وقتی خانواده‌اش نیاز به کمک داره چطور واکنش نشون میده. اینا خیلی بیشتر از حرفایی که میزنه میتونه شخصیت طرف مقابل رو بهتون نشون بده. این 8 عامل مهمی که بهتون گفتم میتونه تا حد زیادی بهتون کمک بکنه که شخصیت طرف مقابل خودتون رو بشناسین و بتونید یه انتخاب درستی داشته باشید. و اینو یادتون باشه که هیچ وقت توی انتخاب همسر عجله نکنید، بلکه به عمق شخصیت و رفتارش توجه کنید. وقتی این کار رو انجام بدین خیلی راحت‌تر میتونه قدم بعدی رو بردارید. و اما این فقط بخش اول بود. قراره توی ویدیو بعدی 8 عامل مهم دیگر رو با همدیگه بررسی بکنیم که اونا هم به همین اندازه مهمن و میتونه بهتون کمک بکنه که انتخاب بهتری داشته باشین. قبل از هر چیزی این ویدیو رو لایک کنید و اگر عضو کانال نشدید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.